خواننده بلوچ به نام بلال نصروی آهنگی خواند و در آن با ذکر عوامل سرکوب شعار آزادی سر داد و گفت پس از این شعر نیروهای امنیتی گجر برای بازداشت وی 10 دستگاه خودرو فرستادند تا با بازداشت و بی‌حرمت ساختنش به قول خود جنبش را در نطفه خفه کنند، اما غافل از این که مبارزان بیدارند. همت بکن جوان تی دشمن زیان بی انشالله آزاد بلوچستان بید. ایزان مشمالا به چالش دعوت کنم. با همراهی فعالان بلوچ با این جنبش و درخواست از مردم برای پیوستن به شعار انشالله آزاد بلوچستان بید، موجی از همراهی سرتاسر بلوچستان را فرا گرفت. ملت بلوچ از کوچک و بزرگ، زن و مرد به ندای حبیب الله بلوچ لبک گفته و با فرستادن ویدیوهای خود به چالش توپاکی پیوستند. ارنستو چه گوارا در وصف این حال چه خوب میگوید: سعی کردند ما را دفن کنند، دریغ از این که ما بذر بودیم. درسهای این واقعه: 1. اتحاد و توپاکی و حمایت از یکدیگر باعث شکست دشمن می شود. 2. مردمان بلوچ آزادی را سرلوحه خود قرار دادند و تبلیغات دشمن باعث شکستش نمی شود. 3. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 4. برای آزادی ابتدا می بایست تفکر آزادی را منتشر کنیم.